در درگیری‌های بین ارتش سیرالئون و شبه نظامیان شورشی که بر علیه رئیس جمهور منتخب آن کشور قیام کردند، نیمه بیشتری از این مملکت به ویرانی کشیده شده است. شبه نظامیان شورشی طرفداران رئیس جمهور را در هر کجا که دستگیر می‌کنند، بلافاصله دست و یا پای آنها را قطع می‌نمایند. نماینده سازمان ملل در بازدید امروز خود از مصدومین این درگیری‌ها گفت: این گونه رفتار قرون وسطایی که تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد به هیچ وجه قابل قبول نیست. و من برادران و خواهران به صراحت این اعتقاد خودم را بگویم که سرنوشت وجهه اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد. شما به تاریخ بشر مراجعه بکنید، ببینید هر چه که با آزادی مقابل شده است لطمه دیده است. حتی فضیلت‌های انسانی دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، دین دست بخورده است. عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، عدالت دست بخورده است. ساختن توسعه اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، سازندگی دست بخورده است. دو نمونه بزرگ آن را برای شما که اغلب شما هم اهل مطالعه و تحصیل عرض می‌کنم. یکی تجربه قرون وسطی که دین و آزادی در مقابل هم قرار گرفتند، دین شکست خورد، و یکی در دنیای امروز، در دنیای کمونیسم که عدالت اقتصادی در مقابل آزادی قرار گرفت، عدالت شکست خورد.